خدا قوتی به شما بگم، یک درود و سلام و سلامتی به شما بگم و به قولن چاق سلامتی بکنیم و در این شرایط سخت عرض کنم که خب همه چیز رو میدونن و با این رژیم پلید و شریر متاسفانه کشور ما ایران درسته که در خون عیسی مسیح شسته شده، ملت و کشور و نجات یافتن و عبور کردن و در خون عیسی مسیح، عبور عیسی مسیح دیگر هیچ محکومیتی برای این ملت و این کشور نیست. ولی متاسفانه این آخوندها و این رژیم پلید جلوی رشد کشور ما رو گرفته بودن و همینطور نیروهای نظامی ما هم که چون یک پارچه نبودن، چون زیر نام خداوند عیسی مسیح نبودن، اونطوری که باید رشد میکردن نکردن. ولی من همه نیروهای نظامی خودمون رو با خون عیسی مسیح شستم و قوت خون عیسی و قیام عیسی و نام عیسی روی خودشون هست، روی زن و بچهشون هست. ولی کم کم باید دهانتون باز کنید و به خدا بگید دهان ما رو بسته کن تا ما بتونیم در نام خداوند عیسی مسیح با خون عیسی و در نام عیسی بجنگیم. جنگ روحانی با شمشیر روح القدس، شمشیر کلام که همون شمشیر دودم دهان یهوه سبایه مسیح عیسی خداوند لشکراست که خداوند برای ما در خون، در فیض خداوند، در فیض خودش که همون پیروزی کامل ازلی و ابدی و نهایی روحانی و جسمانی و غیر قابل برگشت مرگ عیسی، لعنت شدن عیسی، گناه شدن عیسی، خونش و قیامش که دو تا قسم پشتیبانی پادشاهی خداست. یکی پشتیبانی قسم خورده که خداوند عیسی مسیح تا ابد پادشاست و دیگری که قسم خورده که خداوند عیسی مسیح کاهن بزرگ در رتبه ملکی‌صدیق تا ابد و شفاعت خون عیسی مسیح برای ما هست، کهانت نامش هست، کهانت خودش هست در بود مسیح عیسی که پادشاهی خداوند و پادشاهی تخت پادشاهی خداوند ازلی و ابدی خداوند که در یگانه پسرش عیسی مسیح نجات دهنده و بره و سخت ما عیسی مسیح است. اون صهیون خداست، نه اون شریعت فقط چیز سطحی بود که فقط اونم فقط به قوم عبرانی داده بود که با مرگ عیسی، با خون عیسی تمام مقررات و قوانین و مقرراتش انجام باطل و از میان برداشته شد طبق کلام خداوند. بنابراین وقتی می جنگی بهتره که در خون عیسی با نام عیسی برای جلال نام عیسی بجنگید که خداوند بیشتر براتون عمل بکنه و بهتون فیض بده، بهتون نزدیک بشه. حفاظت نامش، حفاظت خونش، قوت خون، پیروزی خونش، پیروزی قیامش، شفاعت خونش، شفاعت نامش، کهانت نامش عیسی مسیح و پادشاهیش و اون قوت پادشاهی و تخت اقتدار و قدرت تخت سلطنت ازلی و ابدیش که همون صهیون عیسی مسیح در شما عمل بکنه در پیمان جدید که با خون عیسی مسیح بسته میشه. اینی که این سختی ها هست، ما در زمان های آخر هستیم. خداوند میگه که این جنگ ها اتفاق میفته ولی شما نبایستی تعجب بکنید، نبایستی جا بخورید. این تازه درد زایمان هست. این
قحطی ها، این بیماری ها، این جنگ ها باید انجام بشه و این فقط تازه درد زایمان شروع کار هست. اینی که باستی دلاورانه، قدرتمند، با شجاعت، با قدرت، با استواری و با اتکا به نام، به خون عیسی، به نام عیسی، به پیروزی مرگ و قیام عیسی و برای جلال عیسی مسیح کار کرد تا خداوند به ما نزدیک بشه، بیشتر برای من عمل کنه. من جنگ روحانی کامل رو برای ملت ایران، کشور ایران و نیروهای نظامیمون انجام دادم کامل. ولی خودتون هم بهتره که هر کاری رو میکنید بگید در خون و نام عیسی، برای جلال نام عیسی مسیح یگانه خداوند و پادشاه ما و نجات دهنده ما و شاهنشاه ما انجام میدید تا براتون بهتر عمل بکنه، کامل عمل بکنه. و روح ترس رو خداوند با شمشیر دهانش زده. به هیچ عنوان نباید ترسید، به هیچ عنوان نباید شک کرد، باید محکم ایستاد، شجاعانه و با قدرت در روح القدس، در بود مسیح و شجاعانه عمل کرد، دعا کرد. سعی کنید دهانتون رو باز کنید، نام عیسی رو بخونید و دعا کنید و بگید خداوند ما رو برکت بده که ما میخوایم ژنرال های نیکوی ایمان تو باشیم برای جنگ نیکوی روحانی و یک بیبل عهد جدید رو تهیه کنید و کم کم اگه دوست دارید خودتون بخونید تا خداوند از کلامش مثل کلام میشینه تو قلبتون و روح القدس مثل بارانی که وقتی دانه رو در زمین میکارن، باران میان اون دانه رو آبیاری میکنن. کلام خدا دانه نیکوی خداست که در قلب شما کاشته میشه. وقتی میخونید در قلب شما وارد میشه و روح القدس میاد اون کلام رو برای شما باز میکنه و این باز شدن باعث میشه که قوت روح خدا و قوت کلام خدا در قلب شما باز بشه، در روح شما باز بشه و کم کم شما رشد بکنید در ایمان. و همطوری که جسم انسان نیاز به خوراک داره، انسان هم نیاز به خوراک داره، خوراک روحانی که هم خوندن انجیل و پرستش عیسی مسیح. محکم باید بیستید. من براتون دعا میکنم. جنگ روحانی رو کردم، باز هم جنگ روحانی رو انجام میدم، دعا میکنم، برکتتون میدم در خون عیسی، در نام عیسی. ولی این شرایط برای همه کشورها اتفاق میفته. مطابق کلام اگر کتاب آخر انجیل رو بخونید، مکاشفه رو، این قحطی ها و بیماری ها و جنگ ها و مشکلات دیگه، بلاها و چیزهایی که در کلام اومده مطابق کلام رو انجام میشه. ولی خوشبختانه این ماجراها کمتر برای ملت و کشور ایران انجام میشه، چون سرزمین و ملت با خون عیسی شسته شدن و زیر پوشش خون عیسی مسیح، نام عیسی مسیح، پادشاهی عیسی مسیح هستن. به هر حال این اتفاقات میفته، نباید بترسید و محکم بایستید. در این شرایط سعی کنید که نظم شهرها رو حفظ بکنید، با مردم با محبت رفتار بکنید، بهشون بگید وقتی که نیاز ندارید از خونه ها بیرون نیاید، بیاید برید خریدی رو بکنید و برگردید خونه. و بهتره که نیروهای نظامی ما هم کم کم گفتم انجیل رو بخونید، خودتون رو در نام عیسی برکت بدید، زن بچه‌تون رو برکت بدید، خونتون و کارتون رو برکت بدید. سعی کنید با مردم با محبت رفتار کنید، مردم رو با زبان خوش با محبت مشاهده کنید به خونه و ولی حواستون جمع باشه که این گروه‌های فاسد و تروریستی، این اهوله فاسد و اهولیبه فاسد و اون ملعون وارد کشور میشن، گروه‌های تروریست، گروه‌های تجزیه طلب، و اینا رو باید شناسایی بکنید و دستگیر بکنید و نگذارید که شهرها رو شلوغ بکنن و مردم رو بکشن. اینا رو باید دستگیر کنید، در زندان امنیتی نگه بدارید که بعدا پرونده هاش خونده بشه و در رابطهشون نظر داده بشه. باید بسیار هوشیار بود، بسیار هوشیار بود
و اصو و با دقت عمل کرد. خدا شما رو برکت بده عیسی مسیح و منم شما رو برکت میدم در خدمت نام عیسی مسیح. آمین.